خیلی خوش اومدید به این ویدیو دوستان عزیز. تو این ویدیو قراره چیکار کنیم؟ همونجوری که از تامنیل این ویدیو میتونید متوجه بشید، قراره یه سری کد ماینکرافت بهتون یاد بدم. فقط یه نکته‌ای داره که اینا برای بدراک دیگه عزیز دلم، چون من جوا ندارم راستش، درد بزرگیه، ولی حالا دیگه برای بدراک میخوام یاد بدم. یه سری کد خیلی خفنیه، ولی بعدیش اینه که چیت دیگه. آره پس بزن بریم، لیتس گو. خب آقا بزن بریم. من اینو الان کریتیو کردم، یعنی کلا کریتیوه. و اگه یه چیز خیلی من ذوقش دارم باید بگم، دارم با کیبوردی که همین چند دقیقه پیش رفتم چیزش کردم. خب برو ویدیوشو ببین. سلام آقا، بالاخره کیبوردمون رسید. ویدیو رو برو ببین، خیلی هم باحال. توضیحاتو میدم، اگه دوست دارین شما هم برید بخرید. حتما ویدیو رو لایک کن، همین الان لایک کن. لایک کن اصلا ضرر نداره، کاملا مجانیه. اگرم نخواستی میتونی نظرتو عوض کنی. خب بریم کدو یاد بدیم دیگه. بچه‌ها اگه توی سروایو هستید، شما توی داخل تنظیمات چیت رو آن کنید. چه جوری؟ تنظیمات رو میزنید، ستینگ، یعنی همون تنظیمات، لودینگ میشه. خب میای اینجا توی قسمت گیم، میای پایین چیت، روی این گزینه چیت. خب برای شما اینجوریه، شما اینو آن میکنید دیگه، حل دیگه، همه چیش حله. حالا چه کدیه؟ بزنم اینو. خیلی خوب بچه‌ها، پیش اومده مثلا شما آنلاین بازی کنید. حالا اگه ویدیو آموزش آنلاین بازی کردن هم میخواید بذارم، حتما میذارم. آموزش مجانیش دیگه، چون پولیه، باید اکانت بخرید. من یه دقیقه نور رو درست کنم، نور خیلی بد شده. خیلی خوب، اگه دوست دارید این آموزش آنلاین بازی کردن هم بذارم، لطفا تو کامنت ها برام بنویسید. اشکال این ویدیو هم گفتم بنویسید. و اینکه مثلا آنلاین میخواید بازی کنید، بعد مثلا یکی نمیخواد، مثلا یکی باید کریتیو شه، مثلا دوست نداری تو سروایو باشه، دوست داری کریتیو باشه، تو میای چی میزنی؟ اسلش نه ببخشید، یه دونه اسلش، بعد میزنی گیم. بچه اینم خیلی مهمه که گیم مودی که، یعنی باید بزنید اسلش گیم مود. این گیم مود باید سر هم باشه، اگه سر هم نباشه متاسفانه کار نمیکنه. پس اسلش گیم مود، بعد حالت بازی رو می نویسید، یعنی فقط کریتیو نیم، میتونی سروایوال هم بشه، هر حالتی. مثلا نخواد چیزی رو بکنه اسمش یادم رفت، نمیدونم چی میشد، هر حالتی. اینجا حالت رو می نویسید. من می نویسم مثلا سروایوال، حالا هر حالتی حالت رو می نویسید. کریتیو، درست نوشتم کریتیو، بله کریتیو. بعد اسم بازیکن رو می نویسید. اسم بازیکن خیلی مهمه که حروف اول بزرگ یا کوچیک باشه، یعنی حتما همونی که بالا سر اون شخصی که اومدید توی گیم مود، آره همونو باید بزنید. اونو بزنید اون شخص فقط کریتیو میشه دیگه. آره بذار پاک کنم. خب آقا چیز بعدی، آره کد بعدی، کد نایت ویژن و یا روشنایی. نایت ویژن چیه؟ آقا قارا رو دیدی تاریکه، یا مثلا جای تاریک. شما مثلا دوست چون که توی بدراک همچین چیزی نیست که، مودی نیست که بخواد همه قارا روشن باشه، برای همین مجبوری که یا کد نایت ویژن رو بزنی یا باید ببخشید شرمنده، کد نایت ویژن رو باید بزنی. پس چیه حالا؟ اینم اسلش داره، همه کدا اولشون اسلش رو دارن. اسلش چی؟ اسلش افکت اسلش افکت ادساین اس مهمه ها، وایسا کو ادساین اس نایت ویژن
یه عددی میزنید، هر عددی دلتون خواست. این عدد زمانیه که باید تموم میشه. من میزنم نو 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 بی نهایت تموم نمیشه. خیلیه این عدد. آره. ادساین اس چیه؟ ادساین اس یه کاری میکنه که شما نایت ویژن بگیرید. اگه که توی آنلاین دارید بازی میکنید، خودتون نمیخواید یعنی خودتون نمیخواید نایت ویژن داشته باشید، شما میاد چیکار میکنید؟ برای اینکه همه موجودات این افکتو بگیرن ادساین ای رو میزنید. یعنی ببخشید به جای این ادساین اس، آره ادساین اس، ادساین ای میزنید. حالا اگه میخواید همه بازیکنان این افکتو بگیرن، ادساین ای رو میزنی. فکر کنم میده واسه ادساین ای رو میزنی. حالا اگه میخوای یک بازیکن تصادفی، مثلا هر کی مثلا 5 تا بازیکنن تو بازی، یکیش تصادفی، باید ادساین آر رو بزنید. همین آر کوچولو، همه این اعداد و این حروف رو باید کوچولو بزنید. حالا نزدیکترین بازیکن به شما، دوست دارید این افکت رو نزدیکترین بازیکن به شما بزنه، ادساین پی. تمام شد. این برای همه افکت ها و کد ها سرایت میکنه دیگه. یعنی همه کدا رو میخوای فلانی بگیره یا همه موجودات این چیزی که گفتم رو میگیره. خیلی خوب. کد بعدی چی؟ کد نگه داشتن وسایل در اینونتوری. بعد از اینکه میمیری، همونجور که میدونی توی ماینکرافت بعد از اینکه میمیری وسایلت دراپ میشه و یا مثلا نمیتونی بهش برسی، مثلا خیلی دوری یا به فنا میری. این کد رو میزنید. ولی اگه نمیخواید کد رو بزنید، یه کار دیگه باید بکنید. بذارید من بهتون نشون بدم. شبه اوکی تیو میزنیم. یه دقیقه من اینم به شما یاد بدم. تیو میزنیم یا اینو میزنی، بعد تایمو میزنی، بعد دیو میزنی، بعد این اینترو میزنی. تایم‌ها مختلفی داره. 1 2 3 صبح شد. آره یکم لگ بود ولی صبح شد. خب ستینگو میزنیم. ستینگو اینجا میای میزنیم. اوکی. این از ستینگ. میای توی همین بخش گیم، میای پایین 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 پایین. همین بخش چیتز بود، من بهتون گفتم چیتز. یکم که بیاید پایین کیپ ایونتوری رو میبینید. کیپ ایونتوری اگه اینو فعال کنید، وسیله تو دستتون باشه، مثلا این درته، بعد بمیرید این درته تو دستتون میمونه. اینو میتونید بکنید. اگه دوست ندارید میخواید افکت بزنید، میاید اینجا slash game roll keep inventory. این زیاد مهم نیست دیگه، معمولا کسی کد نمیزنه برای این، چون تایم ویدیو باید سریع باشه. ببخشید چنده. اگه میخوای توی بازی کرم بریزی خودتو بکشی، slash kill. ایده واسه slash kill. ببخشید kill. فقط این یه نکته داره. اگه گفتی نکتهش همینه، ادساین آر رو باید بزنی. اگه بخوای که همون ادساین آر رو اینا رو تو این منطبق میشه. مثلا الان همه موجودات بخوام ببینن ادساین ای، یکی از نزدیکترین بازیکن بخواد ببینه ادساین پی، یه بازیکن تصادفی بخواد ببینه ادساین آر، همه موجوداتی که گفتم. خودتونم میخواد ببینین ادساین اس. ادساین اس. الان من این رو بزنم مردم. نمردم، نمیدونم چرا. پورت بازیکن به دوست داری یه بازیکن به اون لوکیشن مورد نظرت چیز کنه، بره، یعنی تو مختصات مورد نظرت بره. تیو میزنی اسلش اسلش تی پی. حالا اسم بازیکن رو اینجا می نویسی، مثلا استیو رو میزنی، مثلا حالا استیو 1 2 3 چیه، استیو رو میزنید، اسم بازیکن رو میزنید و ایکس وای زد رو میزنی. یعنی چی؟ مختصات رو میزنی. حالا چی جوری مختصات رو میزنی؟ اینجوری مختصات رو میزنی. این علامت رو میزنی، بعد مثلا ایکس من مثلا 2 5 6 مثلا، بعد یه فاصله میدی 4 میذاری، مثلا 64 میذاری،
64 مهمه چون معمولا ارتفاع عادی 64. 64 زدم مثلا 500. 500 داداش 500 اسم بازیکن. الان چون آنلاین نیست رو خودم هم رو خودتون کار نمیکنه، باید حتما اون یارو رو اسکول کردن ملت. خیلی عشقای برید سروایو باشه، بذار من سروایوش کنم. البته فرق بار من یکی نمیکنه. خب اوکی تی رو باید بزنیم رو کیبورد، بعد اسلش اسکول اسلش کیل ادساین اس. مردم بچه رو سروایو کار میکنه، رو کریتیو کار نمیکنه. حالا من کیپ اینونتوری رو زده بودم ناکن، همون یارو رو تو دستم مونده. این برای کدوم چیزمون باشه؟ بذار این برای کدوم پرچممون باشه؟ برای دنیای سروایوی که ساختیم. این برای یعنی اینو تو سروایومون بسازیم. حالا اگه دوست داری یاد بدم چی جوری چیز کنی، از این پرچمو بسازی، حتما تو کامنت ها بنویس. عشق داداش ننویسی ناراحت میشه، اصلا راه نداره. عشق داداش دست شما مرسی، شما شکل خیلی. شب بخیر، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید. خداحافظ.